شعبه حفظ و استفاده میراث تاریخی و فرهنگی وزارت فرهنگ تاجیکستان خبر داد که 12 یادگاری تاریخی واقع در ولایت ختلان را در نامیناسیون مشترک تحت عنوان هتل قدیم برای بررسی به یونسکو اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند. بنا به اطلاع رسمی، اخیراً سردار این شعبه میرزا شریف عبدالسلاموف با کارشناسان بین المللی مسائل مربوط به تکمیل پرونده های نامیناسیون های هتل قدیم در شکل آنلاینی بررسی کرده است. در واخوری مذکور روند ارزیابی، ادامه کارهای نامیناسیونی، مکمل سازی آنها، سرتیفیکات کنونی ابیکت های سلسله نامیناسیون های هتل قدیم و مسائل های مربوط به آن مورد محاکمه قرار داده شد. بنا به اطلاع نشر شده، این 12 یادگاری به یونسکو برای بررسی پیشنهاد شدند. قلعه زول زرد نویه دنغره ولایت ختلان، مقبره مولانا تاج الدین نویه دنغره، شهرک منظر تپه نویه واسه ختلان، شهرستان خلبوق نویه واسه ختلان، مقبره شاهان خوتل نویه واسه ختلان، قلعه خلبوق نویه واسه ختلان، شهرک زول زرد نویه فرخار ختلان، شهر تپه نویه فرخار ختلان، کاروانسرای طاهر نویه فرخار ختلان، خش تپه نویه خوولینگ ختلان، دیر بودایی اجینه تپه نویه وخش ختلان، شهرک خیلورد کافر قلعه نویه جلال الدین بلخی ختلان. در صورت از جانب یونسکو پذیرفته شدن این نامیناسیون‌ها، یادگاری‌های هتل قدیم در قدم بعدی به طور رسمی بر روی خط میراث جهانی یونسکو پیشبری می شود. متاسفانه در نتیجه تقسیمات مرزی و حدودی سالهای 20 عصر گذشته، بسیاری از شهرهای باستانی تاجیکا با همه یادگاری‌های تاریخیش در دست کشورهای دیگر ماندند. فعلا از جمهوری تاجیکستان تنها یادگاری‌های باستانی سرزم و باغ ملی بر روی خط اساسی یونسکو وارد کرده شده. 13 یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی درجه جمهوریوی، پنجکه قدیم، شهرک بنجگات، شهر ایسار، شهرک الینیتی تخت سنگین، مدرسه خواجه مشهد، دیر بودایی اجینه تپه، شهر عصر میانگی خلبوق، قلعه یمچون و سلسله یادگاری‌های وادی وخان، مجمع معماری شیخ مصلح الدین، قلعه باستانی خوجند، تصویرهای روی سنگی نویه اشت، مدرسه میر رجب دادخواه و مدرسه اویم توسط برنامه‌های شورای بزرگ ابریشم بر روی خط پیشکی یونسکو وارد گردیدند. همچنین 4 مکان باستانی تصویرهای روی سنگی تاجیکستان، تصویرهای روی سنگی اخچ قلقه و غارهای شختی نویه مرغاب، لنگر نویه اشکوشم، سوی سبق نویه مشچو به سلسله جایزه تصویرهای روی سنگی آسیای مرکزی شامل کرده شدند.